دوستان عزیز، ما حال رفته همان تالاری رو میبینیم که آنها کار را از آنجا آغاز کردند. از همه مهمش در تجارت این آغاز آن از تجارت خرد است. نگاه کنید که درها چگونند. خود آن غایه‌ای که از تجارت خرد باید سر کرد اهمیت کلانی دارد. اشتباه اکثر آدمان در آن است که آنها میخواهند یک و یک بار تجارت کلان را آغاز کنند و این ناممکن است. یعنی شما کار را از همین تالار خرد سر کردید. بله همین خیلی. مثلا درها رو نگاه کنید. درها را ببینید، مثل دروازه قصر، محیط طبیعی شرقی. نگاه کنید، همه کار از این تالار خرد سر شده است. میبینید اگر در یاد داشته باشید اکثر تجارت های موفق محض همین خیل آغاز شدند. از خرد آغاز کنید و تجربه اندوزید و همراه تجارت باید بالا رفت. این فرموله خیلی بزرگ است. آن فلسفه ای که تجارت کشاده در حال بیل گیتس و یا استیو جابز شدن ممکن است، اشتباه بزرگ است. خدایا، این درها را خودتان فرمایش دادید؟ بله عیناً همین خیلی. این کاری دستی است؟ بچه‌های قوقند این درها را ساختند. استادهای ازبکستانی خیلی عالی ساختند. نگاه کنید، این نخستین تالار است که همه از اینجا آغاز شده است. خیلی خوب، آفرین. دوستان عزیز، میبینید 18 سال پیش شما از اینجا سر کردید و سپس تدریجاً نوبتیش را ساختید. بعد همین خیل پی هم شماره آشخانه و طرفخانه ها را زیاد کردید. از خرد سر کنید، خراجات ها را تحت نظارت گیرید. وقتی در تجارت پول کار میکنید آن را فراختر گردانید. پول را بیهوده صرف نکنید. در حال خانه و ماشین های گرانبها نخرید. یعنی معلوم میشد که شما دائمی سرمایه گذاری کردید. بله سرمایه گذاشتیم، خراجات سرمایه گذاشتید، خراجات کردید، فراخ و بله کلانتر بعداً کردید. شریکان را جلب نمودیم چون که این خیلی هم مهم بود. با کمک شریکان آهسته آهسته رشد کردیم. این خیلی فایده رساند و با این شریکان تا حال کار میکنیم. بله تا حال کار میکنیم. اکثر آدمان گمان میکنند که با شریکان کار کردن دشوار است و یا با آنها آینده نیست. چند سال باز با شریکان کار میکنید؟ تخمینا 17-18 سال باز با شریکان کار میکنیم. یعنی از اول با شریکان کار میکنید. چند شریک دارید؟ ما 4 کسیم. یعنی 4 شریک هستید و شما 4 شریک تا حال کار کرده رشد مییابید و همه خوب است، درست؟ شریکی کار خیرتمندان است، کار آدمان ذکی است. شریکی کار آدمان هوا بلند و چشم گرسنه نیست. این نکته خیلی مهم است. شریکی را تنها آدمان قوی و با عقل میکنند. برای همین شما توانستید که در این بازار قریب رقمی 1 باشید. شما هم طرفخانه های زیاد دارید و هم میزاجان خیلی فراوان. مشهورترین طرفخانه های این شهر از آن شماست. این خیلی خوب است. میبینید اگر شما با شریکان کار کرده توانید، امکانیت های شما افزون میگردد. ولی از عهده این کار برآمدن در کار است. لطفاً بگویید سری اساسی کار شما در چی بود که دوام اینقدر سال توانستید با شریکان کار کنید؟ سرش این است که ما به هم باور میکنیم. بعداً اگر یک شریکمان روی یک لایحه کار کند، دومی به آن دخالت نمیکند. یک کس تا آخری لایحه میرود. یعنی معلوم میشود که باید در سر چنبرک یک کس شیند. مسئول یک کس باشد. دیگران حسابات ها را میبینند. در آن همه نوشته شده است. شفاف. بله کاملا شفاف. شفافی، باوری و مسئولیت شناسی. مثلا من این طرفخانه رو اداره میکنم، به اینجا کسی دخالت نمیکند. من به شریکانم حسابات رو نشان میدیم. تمام. درآمد معلوم است، همه شفاف. بله همه نشان داده شده است. کسی دخالت نمیکند. همه شفاف نشان داده شده است. قانون شفافیت و هر ماه دقیق حسابات دادن. بله و کاردار نشدن. هیچ کس کاردار نمیشود. انا دیدید این قاعده است. وقتی کسی دخالت کند همه رو ویران میکند. این به چنبرک ماشین مانند است. اگر چنبرک، پیدل و سرعت افزا در دست شخصان گوناگون باشد، پس همه چیز رسوا میشود. شریکی میمیرد. صدقاً میگویم که نیروی شما همین است. شما خیلی نیرومندید، زیرا این کمک میکند تا دور روید. من این فلسفه را دستگیری میکنم. من بسیار شریکان تجاری داشتم. خطاهای زیاد کردم. ولی با بعضیشان بختم خندید. با بعضیشان تماما کارم آمد نکرد. من پول زیاد را بای دادم چون که شاید آدمان را نادرست انتخاب کردم. من حاضر حس میکنم و میفهمم که مهمش باید شریکانی لیاقتمند را انتخاب کرد. با آدمانی با استعداد. معلوم می شود که طوری که بینندگان احساس کردند تا رفت تجارت شما رشد یافت و شما قهوه خانه گشادید.
سپس شما به پیشرفت کار مطابق گشتید. لیکلی را کی سر کردید؟ این قهوه‌خانه است؟ بله قهوه‌خانه است. 1.5 سال پیش. یعنی شما پیش از آموزش کورس‌های ما اینجا را باز کردید؟ بله همین طور است استاد. برای زود تغییر یافتن درس‌های ما کمک کردند و یا عاملی دیگر؟ نه تدریجاً عادت کردم. طوری که شما گفته بودید با گذشت وقت بسیار چیز تغییر می‌یابد. حالا جوانان نه چای بلکه بیشتر قهوه می‌نوشند و ما فهمیدیم که اینجا را کشیدن لازم است. من تنها فهمیدن میخواهم. شما درس‌های ما را از خود میکردید و همچنان بناخواست به یادتان آمد. یعنی برخی کارها را طبق زمانه به زودی انجام دادن لازم است و اینجا یعنی لیکلی را کشیدید. خیلی خوب بیاید همراه رفته میبینیم. درایید. روز بخیر. جای خیلی دلکش. روز بخیر. خیلی شادم. از دیدارتان شادم. قهرمان؟ لابی. او خواهر شماست؟ بله او خواهر من است. همین خیلی. بله او کارهای اینجا را پیش میبرد. نامش نفیسه است. او هم شاگرد شماست. بله خوش آمدید استاد. خیلی شادم. انا این باشد پسرم است. نامش حسین. او هم در درس‌های شما اشتراک کرده است. آفرین. یولیا هم شاگرد شماست. درس داده. من اون رو به یاد آوردم. تشکر که در درس‌های من اشتراک میکنید. اینجا خیلی دلکش و براحت است. در اینجا تخمینا 1.5 سال باز کار میکنید. همین خیلی نفیسه؟ بله درست 1.5 سال باز. خیلی خوب، خیلی زیبا، خیلی دلکش. شما درست گفتید. با گذشت وقت آدمان تغییر می‌یابند. من حس می‌کنم وقتی به طربخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها می‌درایم، من لغمان، پلاو، شوربا و غیره فرمایش می‌دهم. فرزندانم باشد برگر، پیتزا و به همین مانند غذاها را فرمایش می‌دهم. این برای من خیلی عجیب است. آنها تغییر می‌یابند، ذوقشان تغییر می‌یابد و این البته خیلی مهم است. اساساً در اینجا میزاجان شما جوانان میباشند، همین طور؟ بله همین طور. بله این چنین عائله‌های جوان با کودکانشان میآیند. ما مخصوص جای کودکانه هم داریم. مخصوص چون اینجا آماده کردید. خیلی زیبا و دلکش. در اینجا سرآشپزی ما در پاریژ تحصیل کرده است. او در بریکسیس مدتی زیاد سرآشپز بوده است. پیتر در پاریژ در بریکسیس کار کرده است. کدام از درس‌های ما را شما اینجا در عمل تطبیق کردید؟ شما گویید نظارت حسابات. اساساً نظارت حسابات. یعنی شما در درس‌های من اشتراک کردید و یا درس‌های نواری هم را دیدید؟ شما گفته بودید که همه کار از محاسب سر می شود و ما هم همین خیلی کردیم. از همین سر کردید؟ بله از همین. درست به این نمی شود. این پایه تجارت است. میدونید بچه‌ها، من نمودهای گوناگون تجارت را دیدم. آنها خوب رشد یافتند ولی بعداً یک باره از بازار گم شدند. چون که نظام نظارت حساباتشان ضعیف بود. تجارت در پایه متماتیک بنیاد می‌یابد. متماتیک نباشد تجارت هم نیست. هر که به متماتیک، به تحلیل، به عقل و خرد قرار قبول می‌کند، آنها را اکستراسنس، فوق‌العاده حساس می‌نامند. یک называют экстрасенс. Потому что если он هر یک بار احساسات کار می‌دهد. اما نه همیشه. آن میتواند یک بار نفع باشد، دو بار نفع باشد، اما نه همیشه. اگر دانش نباشد زیاد کار کردن نمیتواند. گروه محض از ایچر آغاز می شود که او به ما برای تشکیل دیگر گروه ها کمک می کند. ولی تجارت از محاسبات آغاز می شود. شما باید حتما در نوبت اول محاسب خوبی یابید و این کار را پیش برید. به این نمی شود. پس شما از اول آهسته آهسته این کار را سر کردید. اگر 1.5 سال پیش سر کرده باشید، پس قهرمان در درس‌های من اشتراک می کرد. خیلی شادم. اکثر تاجران سالهای 90 تدریجاً از بازار رفتند. چرا؟ چون که وقتی که دوره کار سیستموی، منیجمنت و نظارت دقیق حسابات سر شد، اکثر آنها این چیزها را نداشتند. جوانانی پیدا شدند که خپ و دم تجارت را درست بنیاد کردند و کم کم از آنها نیز تجربه آموختند. بازار تغییر یافت، ذوق مزاجان دیگر شد. تاجران سالهای 90 در شکل پیشینه باقی ماندند. آنها چون پیشتر کار میکردند و تغییرات بازار را اعتراف نکردند. ذوق مزاجان باشد تدریجاً تغییر یافت. آفرین به شما که این تغییرات را احساس کردید. آرایش تغییر یافته است، بسته‌بندی تغییر یافته است، اسلوب تغییر یافته است. زود نوگانی ها وارد میکنیم. شما محصولات رنگارنگ دارید. ما شیرینی های گوناگون را پیشنهاد میکنیم. یک چیزی نو اضافه میکنیم، رنگ و برنگ میکنیم، جالب میگردانیم، زود به خارجه میرویم و میبینیم. تجربه آنها را در خود عملی میکنیم. آفرین. این پدیده خیلی مهم است. غایه باید نو باشد. توجه کنید، یا غایه و یا محصولات و یا مدل تجارت باید که در تغییرات باشد. وگرنه شما دور نمی روید. در هر یک مرحله معین نوسازی کرده شما رشد میکنید. حاضر زمانه همین را تقاضا میکند. بله، این خیلی مهم است. پس بیایید نوبتیش را میبینیم. تشکر به شما.